آزادی قاچاقبر بزرگ مواد مخدر و تمویل کننده مالی گروه طالبان بشر نورزی از زندان در امریکا آزاد شد. اظهارات تازه یونما در مورد تیرباران اسیران جنگی در پنجشیر. سازمان ملل میگوید گزارش ادعای قتل اسیران از سوی طالبان موثق به نظر میرسد. خیانت ملی خواندن ممنوعیت مکاتب دخترانه از سوی نماینده افغانستان در سازمان ملل. فایق تاکید کرد که محرومیت دختران از ادامه درس و تحصیل خیانت ملی است. و حمایت رئیس جمهور امریکا از تایوان. بایدن میگوید که در صورت حمله چین، امریکا از تایوان دفاع خواهد کرد. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آموج نیوز خوش آمدید. بشر نورزی قاچاقبر بزرگ مواد مخدر و یکی از نخستین تمویل کنندگان گروه طالبان از زندان در امریکا آزاد شد. آقای نورزی بامداد امروز وارد کابل شد و طالبان تصاویر را منتشر کردند که مقامات این گروه را در کنار بشر نورزی نشان می‌دهد. هنوز مشخص نیست که امریکا چطور و با کدام شرایط قاچاقچی بزرگ مواد مخدر را که به حبس ابد محکوم بود را آزاد کرده است. پیشتر مجله واریان پالیسی در گزارش به نقل از منابع خود نوشته بود که رهبران طالبان واشنگتن را تحت فشار گذاشتند تا بشر نورزی را در بدل مارک فرکس، یک مهندس امریکایی که بیش از 2 سال از در افغانستان نگهداری می شود، آزاد کند. فرکس که تجربه سربازی نیروی دریایی امریکا را نیز دارد، در جنوری سال 2020 هنگام کار بر روی پروژه های عمرانی در افغانستان ربوده شد. طبق این گزارش طالبان همچنین امریکا را تهدید کرده بود که در صورت آزاد نکردن نورزی مانع خروج ده‌ها هزار شهروند افغان می شود که تابعیت امریکایی دارند یا مستحق اسکان مجدد در امریکا هستند. بشر نورزی با درآمدهای حاصل از قاچاق هیروئین به گروه طالبان کمک مالی و تسلیحاتی میکرد. او در سال 2005 به اتهام قاچاق مواد مخدر در نیویورک دستگیر شد و از سال 2009 در حال گذراندن 2 حکم حبس ابد بود. روابط نورزی با طالبان، دوستی او با ملا محمد عمر بنیانگذار این گروه و وابستگی‌های قبیله‌ای مشترک او با هیبت الله آخوندزاده رهبر فعلی طالبان و دیگر شخصیت‌های ارشد این گروه به خوبی مستند شده است. گرچند پیترز، روزنامه‌نگار امریکایی و نویسنده کتاب بذر ترور، نقش نورزی در ظهور طالبان در سال 1996 و احیای مجدد این گروه پس از آن که توسط امریکا در سال 2001 سرکوب شد را حیاتی توصیف کرده است. پیترز نورزی را به عنوان حامی اصلی ملا عمر و همچنین تصمیم گیرنده کلیدی و عضو اصلی شورای کویته توصیف می‌کند. بر اساس گزارش واریان پالیسی، بشر نورزی رهبر قوم نورزی در ولایت قندهار است که حدود 1 میلیون جمعیت دارد و بخشی از قبیله درانی است که بسیاری از رهبران طالبان با آن تعلق دارند. این مجله امریکایی به نقل از منابع افغان خود نوشته است که بازگشت نورزی به افغانستان در زمانی که طالبان در خطر انشعاب به گروه‌هایی هستند که برای غنایم پیروزی خود می‌جنگند، انسجام قبایلی را به همراه خواهد داشت. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان روز دوشنبه گفت که گزارش‌ها درباره قتل زندانیان توسط طالبان موثق به نظر می‌رسد. یونما در صفحه توییتر خود نوشت عاملان این قتل‌ها باید پاسخگو باشند. این سازمان گفته که تحقیقات طالبان درباره این قتل‌ها باید شفاف باشد تا جدی گرفته شود. یونما می‌گوید که تحولات پنجشیر را زیر نظر دارد. نمایندگی سازمان ملل در افغانستان در حال از موثق بودن کشتار زندانیان به دست طالبان خبر می‌دهد که یک هفته پیش جنگجویان طالبان در پنجشیر تصاویر از به اسارت گرفتن اعضای جبهه مقاومت و سپس تیرباران آنها را در صفحات اجتماعی منتشر کردند. در ویدیوی جداگانه‌ای که طالبان از پنجشیر منتشر کردند، تصویر لحظه اسارت، استنطاق و سپس اجساد تیرباران شده پدر و پسر پنجشیری نمایش داده شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز پیش از این در صفحه توییتر خود نوشته بود که 40 عضو جبهه مقاومت ملی به شمول 4 فرمانده این جبهه در ولسوالی‌های رخه، دره و آبشار پنجشیر کشته شده و 101 نفر دیگر به اسارت درآمدند. ذبیح‌الله مجاهد در صفحه توییترش نوشت که فرمانده ملک خان، فهیم کماندو، جواد و محمد یار در میان کشته شدگانند. آقای مجاهد گفت که این افراد در جریان عملیات پاکسازی نیروهای طالبان در این ولسوالی‌ها کشته و اسیر شدند. نشر این تصاویر بازتاب گسترده یافت و بسیاری طالبان را به کشتار اسیران جنگی و جنایت جنگی متهم کردند. با دنبال این اعتراضات سخنگوی وزارت دفاع این گروه گفت که این گزارش‌ها را بررسی می‌کنند که در صورت صحت افراد را که مرتکب قتل شدند مجازات خواهند کرد. اما بعید به نظر می‌رسد که طالبان تحقیقات شفاف آنطوری که یونما خواسته انجام دهند. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل، در 1 سالگی ممنوعیت دختران از آموزش میگوید که محرومیت دختران از ادامه درس و تحصیل ظلم با آینده یک کشور و خیانت ملی میباشد. او در توییت نگاشته است: در تمام جهان افغانستان یگانه کشور است که مکتب‌ها بر روی دختران بسته است.
کشوری که محتاج کمک‌های بشری است و نیاز به نیروی انسانی تحصیل یافته جهت رهایی از فقر و رسیدن به خودکفایی و ترقی دارد. سال گذشته به تاریخ 18 سپتامبر تنها مکتب‌های پسرانه باز شدند. طالبان در آن زمان اعلام کردند که در بهار امسال تمام مکتب‌ها باز می‌شوند، اما آنان تا اکنون به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش ندادند. در حالی که تازه آرامش در حومه‌های جزیره تایوان پس از بزرگترین مانور چین بازگشته است، رئیس جمهور آمریکا اظهارات تازه مبنی بر دفاع از تایوان انجام داد. رویترز روز یکشنبه 18 سپتامبر گزارش داده است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که در صورت حمله چین نیروهای آمریکایی از تایوان دفاع خواهند کرد. رئیس جمهور آمریکا این اظهارات را در پاسخ به پرسش گرداننده شبکه تلویزیون CBS مطرح کرده است. این اظهارات رئیس جمهور آمریکا بیدرنگ با استقبال مقام‌های تایوان روبرو شده است. وزارت خارجه تایوان در اعلامیه بر تقویت قابلیت‌های دفاعی و عمیق‌تر شدن مشارکت‌های امنیتی با آمریکا تاکید کرده است. پیش از این سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان که با وجود هشدارهای چین انجام شد، بزرگترین مانور نظامی چین در اطراف جزیره تایوان را در پی داشت.